نامه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دبیر کل سازمان ملل متحد درباره تصمیم تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جانب روسیه. شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی و ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل در استرافشان صاحب اداره نو شدند. پلیس آلمان در مرز با لهستان 9 پناهنده غیرقانونی از جمله 3 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. پهلوان تاجیک امامعلی نورعلی در مسابقه جهانی جودو در اکوادور عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با ارسال یک نامه به عنوان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است از فدراسیون روسیه طلب شود که از قبول قرار درباره تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که مخالف به روحیه سازشنامه صلح تاجیکان است خودداری کند. رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نامه دخالت بی‌واسطه دبیر کل و نهادهای سازمان ملل متحد، کشورهای کفیل صلح قبل از همه فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران را برای پیشگیری از یک پیامدهای وخیمتر ضرور دانسته است. در نامه آمده است سازشنامه صلح بین پرزیدنت تاجیکستان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان که همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بود با اشتراک نماینده ویژه سازمان ملل متحد صورت گرفته است. قرار بود که این صلح به دست آمده نه تنها جنگ شهروندی را خاتمه ببخشد بلکه زمینه بنیاد یک جامعه پیشرفته تحمل پذیر دموکراتی را به وجود بیارد. اما پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با استفاده از فرصت‌ها و عامل‌های گوناگون نتیجه صلح را به نفع خود و خانواده اش مصادره نموده تاجیکستان را به یک کشور خودکامه عقب مانده تبدیل داد. اینچنین طرف دیگری صلح را نه تنها در داخل کشور سرکوب و ممنوع اعلان کرد بلکه تلاش دارد تا دامنه این ممنوعیت را در سطح منطقه وسیع‌تر کند. به باور رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عملی شدن تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جانب فدراسیون روسیه میتواند عاقبت‌های فاجعه بار انسانی و امنیتی برای ده‌ها هزار اعضا و جانبداران مخالفین تاجیک نه تنها در روسیه بلکه در تمام کشورهای پساشوروی داشته باشد. در نامه تذکر داده شده است که روند مصالحه تاجیکان با قرار شورای امنیت سازمان ملل و امضای سازشنامه صلح بین پرزیدنت تاجیکستان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان که همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بود با اشراف نماینده ویژه سازمان ملل صورت گرفته است. گفته شده است که روسیه یکی از کشورهای کفیل صلح تاجیکان و میزبان چند دور مذاکرات بوده سازشنامه صلح هم در تاریخ 27 ایون سال 1997 در مسکو به امضا رسیده است. در نهایت نامه رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواسته است از فدراسیون روسیه طلب شود که از قبول چنین قرار مخالف به روحیه سازشنامه صلح تاجیکان خودداری کند. اینچنین سازمان ملل گروه کاری مخصوص را برای بررسی وضع اجرایشی سازشنامه صلح و نتیجه های آن تأسیس دهد. یادآور می‌شویم که چند پیش دادستان کل روسیه ایگور کراسوف ضمن سفرش به تاجیکستان گفته بود که به زودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با درخواست حکومت تاجیکستان فدراسیون روسیه شامل روی خط سازمان‌های تروریستی خواهد کرد. دیروز 10 اوگوست با اشتراک امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بینای نوی شعبه ریاست کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در استرافشان به استفاده داده شد. بینای نو بنیاد شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی در شهر استرافشان از 3 آشیانه عبارت می باشد. در آشیانه سوم بنا مخصوص کارمندان 4 خانه استقامتی با تمام شرایط زیست و زندگانی مهیا کرده شده است. همزمان با اشتراک امامعلی رحمان بینای نوی شعبه منطقوی مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهر استرافشان را به استفاده داده شد. انشاءات از 3 آشیانه، تخانه و 9 اتاق کاری عبارت است. در آشیانه سوم بنا 4 خانه 2 حجره‌دار مجهز با تمام شرایط زیست زندگانی ساخته شده است. پلیس آلمان در مرز با لهستان 9 پناهنده غیرقانونی از جمله 3 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند.
جوانانی بازداشت شده از 22 تا 37 سال داشته به یگان سند رسمی به این کشور وارد شدند. در این باره رسانه‌های روسی با تکیه به اطلاع مقامات انتظامی آلمان خبر دادند. پلیس آلمان همچنین در مرز با لهستان پناهنده‌های غیرقانونی ایرانی را بازداشت کرده است که با ویزه روسیه به این کشور آمده اند. مهاجران با خود به جز شناسنامه دیگر یگان اجازتنامه برای بدوباشی رسمی در آلمان را نداشته‌اند. در این کشور شمار زیادی مهاجران و پناهنده‌های تاجیک کار و زندگی می‌کنند. از ماه ینور تا ایول سال 2021 بیش از 190 شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی به مقامات آلمان مراجعت کرده. از این میان 45 درخواست قبول و 127 درخواست رد شده است. پهلوان جوان تاجیک امامعلی نورعلی که در قهرمانی جهانی جودو میان جوانان در اکوادور شرکت داشت، در وزن زیر 66 کیلو مقام اول نشان طلا و عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. امامعلی نورعلی در فینال حریفش از ازبکستان عزیزبک آرتیقوف را که برنده عنوان قهرمانی آسیا در سال روان می باشد مغلوب کرد. مورد به یادآور است که در تاریخ جودوی جوانان کشور این دومین قهرمان جهان از تاجیکستان است. تا این زمان سامان محمد بیکوف نخستین و یگانه قهرمان جهان میان جوانان از تاجیکستان بود.